میدونید دلیل اصلی غیبت امام زمان مخفی است دیگه، نمیدونیم. امام صادق میفرماد بعد از ظهور راز این غیبت فاش خواهد شد، یک سر عظیم هم هست. احتمالاً هممون دهنمون باز بکنه تعجب. فردی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، عرضه داشت: یا ابن رسول الله، ما شنیدیم در ظهور به اندازه یه حجامتی بیشتر خون نمیریزه. حضرت ناراحت شد، فرمود شما فکر کرد کار به خودی خودش درست میشه؟ اگر قرار بود کار به خودی خود درست شود، برای رسول الله در احد درست میشد. وقتی پیامبر رو دوره کردن، چرا پیامبر عصا ننداخت اژدها بشه؟ چرا از آسمون سنگ نبارید؟ چون چشم مسلمانان کور، دندشون نرم، باید از کی دفاع میکردن؟ از رسول الله. اگه نمی بود امیرالمومنین چه اتفاقی میافتاد؟ پیامبر به شهادت میرسید، 90 تا زخم برداشت. هیچ به این دقت کردید آنجا حدیث قدسی که اهل سنت به 2 طریق نقل کردن، این رو به 2 طریق نقل کردن: لا فتا الا علی. خدا فرمود هیچ جوون مردی مثل علی نیست، هیچ شمشیری هم مثل این. اولش رو فهمیدیم، چرا دومیش رو دقت نمی کنیم؟ خدا تأکید میکنه همانقدر که امیرالمومنین را می ستاید، چی رو داره مورد ستایش قرار میده؟ شمشیر علی. یعنی چی؟ اونا شمشیر کشیدن، تو هم باید چیکار کنی؟ شمشیر بکشی. قرار نیست همه کارا با معجزه حل شه. بله در ظهور ما معجزه هم خواهیم داشت، اما ظهور زمانی شکل میگیره ما زمینی بتونیم جون امام زمان رو حفظ کنیم. اون موقع اصلا سیف میدونید دیگه در زبان عربی به معنی شمشیر نیست. سیف در زبان عربی به معنی اسلحه است، چون معروف ترین و دم دست ترین اسلحه شمشیر بوده، شد شمشیر. درست شد؟ امروز اگر ظهور شکل بگیره، همین فردا دشمن با شمشیر حمله میکنه به امام زمان، با موشک نمیزنه اونجا رو. در مقابل شمشیر باید چیکار کنی؟ بهترین شمشیرها رو کنی. میگه ذوالفقار تو شمشیرهای اون موقع تاپ بود، پیامبر هدیه داد اینو به امیرالمومنین. ببین ما برای دنیا و آخرت میجنگیم، اونا برای چی میجنگن؟ دنیا. باید به یه قدرتی برسی که هزینه این که با دین تو بره براش بره باشه، به معنی این باشه که دنیایی براش نمید. میشه در مقابل موشک ها اینا بود و بدون موشک؟ میشه موشک سازی داشت بدونی که ارتش داشته باشی، وزارت دفاع داشته باشی، موشک های درست حسابی اینجوری بسازی؟ نه. میشه ارتش و سپاه و وزارت دفاع داشته باشی بدون آنکه حکومت تشکیل بدی؟ نه. پس اون کسایی که میگن شیعه قبل از ظهور نباید حکومت تشکیل بده، دقیقاً دارن ظهور عقب میندازن. شما در زیارت روز جمعه آقا صاحب زمان عرضه می‌دارید المحذب الخائف. خائف یعنی ترسان، ترس از کشته شدن تو وجود داره. او آخرین ذخیره الهی است. اگه خدا قرار بود با معجزه حفظ کنه، خب 500 سال پیش می‌رسید. چرا باید جامعه آماده بشه؟ 11 بار امام آماده بود، مأموم آماده بود، امام رو به مذبح و قتلگاه بردن. این بار خدا تا مأموم آماده نشه امام نمیفرسته، چون آخریشه. اگه 20 تا داشت 19 تا شاید میفرستاد، چون آخریشه. تا حسن نیتی تو نشون ندی از جان او حفاظت میکنی، نخواهد فرستاد. میگه خدای آزمایش‌های ما رو بذار بعد از ظهور. نمیشه که عزیزم. ببین چرا؟ چون امام زمان امام منصوره، بیاد قطعا چیه؟ پیروز. آزمایش پس از ظهور معنی نداره. پس تمام اون آزمایش‌هایی که بعد از امام حسین از امتش گرفتن، یعنی در زمان امام حسین، از ما قبل از ظهور میگیره. توانمند شدن جمهوری اسلامی شیعه خونه امام زمان یعنی ظهور. مهندسی برو شیعه خونه امام زمان را توی اون شاخه خودت بی‌نیاز. رفتگری زیر پای شیعیان امام زمان رو خوشگل جارو بزن. معلمی بگو دارم به بچه‌های امام زمانی دارم درس میدم. هر چه هستی به این نیت نگاه کن. قرار نیست همه کارا با معجزه بشه، اما ظهور زمانی شکل میگیره ما زمینی بتونیم جون امام زمان